اولین ویدیوی کانال گیمزون خوش اومدید بچه‌ها. توی این ویدیوی اول اومدم یاد بدم ماینکرافت بدراک چجوری به جاوا تبدیل کنیم. بریم سراغ این ویدیو. اول شما به برنامه ادانس نیاز دارید. اگه وا کنید، خب وقتی وا کرد این سرچ رو میزنه، اینجا منویسید جاوا به انگلیسی، یعنی به انگلیسی جاوا منویسید چون که میذاره و این دومیه که من دانلود کردم دانلود میکنید. درست کنم خواستیدم بردارید اینجوری آپشن بزنید ریسورس پکس، نگاه